دروغ گفت. ینگه او حاضر همراهی بچه ها شیرینی خورده ایستاده است. او باز چی میگوید؟ چیز نمیگوید. کشانی را خودت میدونی. تو تیار شو، من میگویم. من الکی تیارم فیضالله. خوب، منم برآمدم. خدایا. برادران و دوستداران شبکه عالم سینما، اگر شما خواهش گذشتن گرین-سها را داشته باشید، مرحمت کمپانی اکای صالح برای شما. اگر داکومنت های شما یگان مشکلی داشته باشند، آنها به شما کمک میرسانند. در راه باشد گیاه ها را خودشان حل میکنند. مرحمت دوستان، نمرش در اپسین هم هست. بگیرین زنگ بزنید. برادر خودیه. چطور من فراموش کردم؟ چی شد؟ ما باید امروز طربخانه را میجستیم. فراموش کردم. او فراموش نکرده است، بلکه فریب میدهد. اکا، حاضر جای شوخی است. پس بیا همراه میرویم. تو را تنها دیده شاید ارزش را گران کند. درست. هر قدر که زیاد باشیم همان قدر به منفعتی کار می شود. همین طور میگویید؟ بله. با برادرت باور کن. مایل شکا، این طور باشد میرویم. رفتیم طاهر. کاسه ای که از آن خوراک خوردی شستن لازم. من هیچ چیز نخوردم قماندو. تو به مقداری معین خوردی. رفتیم. میگوید که من چیزی نخوردم. رفتیم. با اشتیایتان. امروز کارم خیلی زیاد است. من دیر میایم. چرا میپرسی چی شد؟ میگویم ولی میترسم که به حالا میخندی. برای چی من میخندیدم؟ ارده، من دنیای نو میخواهم. ما همه دنیای نو را میخواهیم گلر. ارده، من دیگر چیز را در نظر دارم. دنیای نو. من سیب ترش میخواهم. چی میخواهی؟ چی؟ بسیار میخواهم. چی کار کنم؟ بسیار خواهش دارم. گلر، من در قرباهیر هستم. تو را یادرس میکنم. میفهمم ولی شاید در یکان مغازه باشد. نیست؟ من هیچ کجا برآمده نمیتوانم. یگانی روش کن. من این رو میدونستم. از همین خاطر یاردم چیم رو فرستادم. یاردم چی؟ سلام. آنها یاردم چیت آمد. در 5 دقیقه حل کن. با دست نزلی روان کن. مرو نرنجان، خواهش میکنم. خوب گلر، همراه دخترم برآمده در 5 دقیقه حل میکنیم. خوب، تا دیدار. خوب، میلش. پدر جان، دخترم، مادرم در خونه بسیار ارکه شدند. زیاد واهمه نکن. در 5 دقیقه باید این کار رو حل کنیم. رفتیم. پدرم کجاست؟ پدرتون به اینجا نامد. فهمیدم. او کجاست؟ مرا ببخشید. این رو به شما گفته نمیتونم. پدرتون چنین فرمود. دیگر او رو نمیبینم. نمیدونم. او این رو به شما ماند. خود رو احتیاط کنید. در ازیلر یک مغازه است. امیدوارم که آن باز است. اگر آتش اینجا می بود این مسئله رو به زودی حل می کرد. درست؟ ولی او در اینجا نیست متاسفانه. بله، صد افسوس. گپ زن دختر جان. تو یگان مشکلی داری؟ نه، یگان مشکلی ندارم پدر. گپ زن. همون مسئله که خودتون میدونید. دختر جان، من هیچگاه با تو در این مسئله گپ نزدم، ولی حاضر به تو یک شانس میدیم. اگر این شانس را استفاده نبری دیگر هیچگاه در این مسئله سخن نمیگشایم. آخر پدر، شما این طور ناگهان پرسیده ایستادید، من چی گویم؟ دختر جان، من نفری نیستم که چی بودن این محبت را ندانم.
اکنون بگو تو در حقیقت آن بچه را دوست می‌داری؟ دوست می‌دارم پدر. شما هم این را می‌دانید. او هم تو را دوست می‌دارد؟ بسیار. این طور باشد اجرا میکنیم. یعنی مرا مجبور نکن که زیاد گپ زنم. پسرم، جانم، ببخش که آخرین مراتب تو را با آغوش گرفته بوی نکشیدم. وظیفه هم همین را طلب می کند. من باوری دارم که مرا در همه جا جستجو دارند. حاضر من باید یک مدت بی‌درک شوم. تو هم باید که جای مرا ندانی. برای هر دویمان خوب می شود.